بابا چه کاره نه کدگن گیلک باشه که سرا نازا خوسته کنو که تید نزد نشی میرم تا منقله دم دیکونا با آنی خان شیر مادر تو شیر مادر خود تو گیلک چکاری خانه کجا بردی چی که بخریدم بخریدم آه چه بخریدم به چنده بخریدم کی؟ به چنده بخریدم ای؟ آه این چیز این رختو مرده ایشته رفتم مرده فلکی تحصیله فلکی تأثره فلکی تحصیله همین رختار لیلمی که به دروازه غندار میفریشم همین جا در بخندار همینا در بخندار چی اینا که چیز دیگه قاتل که چی خوبه قشنگ نیه بیته یعنی واقعا سرکله تو تغییر کرده استلفاظ کرده ای بپر بگی لگم گردن تو من باشیال قیافی از آدم نشده نه قیافی تو از آدم بیدر منطال تغییر کرده ایتا نگو که بعد گیلک آتشونان برابره خیلی فیکس گیلک اینا به نظر همون نفری که بوم مرده بوده اینا رو به تو میراث نگادش دیره بچه دیگه بجوده گفتن که چیز خیلی بودن گیلک نه که اینا رو اکدام اول خوب در کنی کشره نه دیگه تا عید قربون هست تا به عید قربون باشه چند مونده به عید قربون به عید قربون دیگه 65 روز دیگه 65 روز دیگه 65 روز دیگه خب اگه لمش بشه چه کار میشه با اینا رشته بشیرم اگر لمه شد برو تو 1 کیلو پودر بکاره ها تاجو خود بنام کو بفهمیدی بابا گیله نیه دیگه پودر که بزنی سر کله خود تام پاک میشه به ته ما بشینو بلدون پدر به سر خمیت لیس به روز خور بنام کو به تاجو بفهمیدی چرکا خود تو لباساتو که وادت راد پودران میتونم سر کله خود خوبم لباسا خو نه بابا پاک میشه کشیرم یه مهنان من پیشکش که جیه رخت دارم امورده بامورده بیده به تاچ فلکی کوچه سره گیلک ما که سروات به خوب است که روی خنی ندار من دیگه حال مگر تیم دوم نیه تیم دی اصلا نیه ایت فکر کو که تو دیگه فکر کو که میپسته میده از تو شده خیلی بینی بیاری من رخت دارم دیگه تو نداری رخت خو میگفتی و تو تخمخ چیش میچین که نظر نش یک دم نه بابا خودی از این رختا نظر میشون من نظری هم که هستی تو راست میگی باشه میرم دست ماما کندی برو ها میگم میشه اون درست 10 دفعه مگر آدم سرا نوزا خورسه کنه که تو نظر نش راست میگی زنده باشی خیلی میایم میفته که به منیه همیتا میفته که گیلک دست پاتون ماستون بگیرم که نه پری زنده باشی رمزون اگه همسایار دیدی بگو که گیلک رخته نو داری خند نوی بیا از این به من آگفته خود تو همه چه میده بفهمیدی ماشاءالله نام خدا گیله بفهمیدی بیخی زمین تا آسمون تغییر کردی چه کار رفته بفهمیدی بفهمیدم ها خدا رمزون ای گپ میزدیم رمزون ازم را بفهمید من بفهمیدم گیله تو هم بفهمیدی عمر خوکمت تو ندیدم پیران و تو من تو دیرنگ بود رختایی هم بود که برم ببر معتادان یم ببر تو از طرفه ولی این رختا نمی خیلی شیک پیکی اتا فلکی بزرگ خریدی نه بابا نه بخریده کیار کرده به چندی بخریدن گیله کی؟ به چندی بخریدن اینا؟ نه بگوتن 190 روپیه بیازه گیله 2000 کم 190 روپیه نه به می نانی خوب گفتو نه به من بستو به ای ولی به تو اینا رخته نه همالا با بر مرغ ما بکنی اینا به دردی نمیخوره راست میگی گیلک گرداره به من با یه ذره رو خود بدن خوشه ایجا نکنو بگو هری گیلک دی بدن با خود رخته نه خریده این غره با من خریده جوانی گریه میکنه چی گریه میکنی؟ بابا مالی تو به خیر آدم به خبر نمیکنم به تو رخته این خیلی دختم با من ندختم مشوم دیگه اشتری دیگه گیلک نداری؟ اشتارم اشتر ندارم انال رمضان گفتن نظر میشی برم در سرم و مکندل کمی تخمرگ بستن بیان چیش میچینم راست میگن گیلک هر که توری تو نبینه تو نظر میکنه برو نظر میشون چی که عمر خود تور که بدیدن که بدیدی بدی آری شیک پیکی معلوم میشه شیک پیکو رفیق اتاشون هایستانه بیخی قالی برتونه سیکو بیخی دیدی نو گیلک
برو با طرق چی شعر که بر نظر میکنه با طرق چی شعر که گله جو نظر میکنه با طرق چی شعر که گله جو نظر میکنه انا درس رو ماما کنده با طرق چی شعر که گله جو نظر میکنه مناله اگه بیای زکرم تا خمار بده بزار نشم من سلام علیکم منده نباشین خیلی سلامت اشتنی دل چینی بیا دیگه ساک شما ایدتون مبارک زنده بشی برو سلامت بشی پیار شما به سرایم به پیار خوب بگیم شما بگیم به پیار خود که بیایم بگیم گیلک گفته بیاین در سرا در من بشه ساک شما مر بگیره بچه خوب خیلی با ادبیه میگه عید شما مبارک من عقل کمال من نمیکشی این عقل کمال بکشید عید شما مبارک یاره بچه دیگه حلبیم شیارتر همه لکه خصوصا بچه ها غلیمو چه کار بکنه به بند ساخت سلمون هایی سلام سلام لنجوره یا راستی ایدشینی بماره زنده باشه دلچینی جان در با من کشیده اشتنه جانجوره عید شما مبارک باشه خدا مبارک کنه اشتنه سلامت باشین چی عجب که از ما خبر گرفتی سلامت باشین سعی میکنی به قیافه یعنی قیافه تو سعی میکنم جلو سعی میکنم مای بد پریده چی دقیقه بگو شما چه ریتنی؟ عجب خانی تفلک چیز گرفتم کجا؟ تفلک بازار بلکه در بله بلده گادری سال بلده ما این به شما هم بخرم به چند رسیدی؟ کی؟ ای خانه او ای 2000 کم 300 2000 کم 2000 کم یعنی به 300 دیگه 300 ماما کندل ماما کندل چیز مادر به شما سلام میگفتم گفتم بله سلام من برو رو ماما کندل بوسم بکن انا او بوسکار خیلی باشه چی شما رو خود نشوشتی انا تخمرغ بدین خاطری که من نظر میکنم انا پیشنهاد دادن که برای تخمرغا چیش بچینیم خاله زلیخا زن ماما خوشدل تخمرغا چیش بچینه امونا بیاره من که من برام به من چیش بچینم خدای گیلک نظریه هم هست زنده باشی سلامت باشی دو لنگه کم شما به خوب جمعی دیگه میخرم خوب حالا اونجا بازار جمعه گیلک جو راست میپرسیم موقع تو خون برفته کرک شده نه بابا باور که یک دونه تخم حتی به خود موسوانه نیه که یک دونه تخمرغ بخورم شما صبحانه هم میخوری؟ صبحانه صبح بسوی از من خیگینه بود به خدای خیافی شما فقط خیگینه حالا ماما کندل یعنی یک بیستایی هم نیه اصلا یک دونه هم نیه نه بابا باور که کرک شده دیگه خودت میفهمی که وقت تخم کردن دونه نیه دیگه و کی کرک شده؟ مرغا آها خیال که تو به من میگی چیزه ماما کندل خب پس شما صبحانه چی استفاده میکنه؟ تشریف بزرد یک خامه مربا خب هیچی دیگه خامه مربا مدا معذرت دیگه خوبه مدا 100% تخمرغ رو پیدا کنی چیش چینی که نظر میشی 100% زنده باشه شما به مادر دلچینی میگین؟ دیگه چی میگین؟ میگم که گیلگی تو بخواه خان است خب بگیم برو زنکا بلدم به کجا میفروشم شما بگین که برم به شما بخرم خوب هفته دیگه هم بخیر کش میستیم اردولنگه اردولنگه میستیم اردولنگه میخرم بخیلی خوشی یعنی بیشتر زنده باشه بری دلچین بیا وطندار گل بیدت مبارک خوشی و دید و با دیدت مبارک خوشی و دید و با دیدت مبارک وطندار گل بیدت مبارک اوه چشما ورشا سلام علیکم اشتری گلک جو سلامتی جو جوره یا راستی دیگه شغل اول داری اکیه اکی اکیه بشتیدم صدا اکه بشتیدم خوندن میکرد بشتیدم اکه خود درد نبکن قلو خود درد بکن چون کن راست بگی گوش کن
غلام میگم نکنه تو دوات کنه نه نانی تو کجایه؟ نه بابا تخمر داری؟ ما نه بابا تو مرغا با چند روز از تو خوب رفته نه بابا بیبی گفتم که کمک ارزن بده به تو خوبیه ارزن ارزن حالا امیران بور کمک بیشگه بده پانال ارزن به مرغا بدی تو چی میخوری؟ پیبه ما کیچیری بله خاطری میفهمی چی مایم ما با خوردن نمایم خب به چیکار کنی تو خب؟ ما خاطری چیش نظر نخورم نظر نشی؟ واقعی تو بگم این لخو عدم کمی خانه با تو دیدو یعنی واقعا حق نظر نداری که هر دو لینک کفش خورم جمعی دیگه میخرم اینو را کجا خرید رختا؟ کی؟ رختا در بغندار از این دکورا بزنزی؟ نه تسره خود کرده یه هر که با مرده بیادم اینجا میخرید یعنی تو رختا مرده برخو کردی؟ چرا رختا نانه تو برخو کنم؟ خود رختا نانه بکه برطوره بشه جرم با ایشته یعنی واقعا این مرده که مرده فقط هم فوکس خود تو بوده زنده بشه چند انداز دور از سر تو باشه خداحافظ حالی نیه تخمق نداره نه تخمق نداره خداحافظ ایلا مقبولی ما شدم نیه یعنی نام خدایی که به تو بگو توی وقت تخمق برو تخمق شترمق بستا که تو نظر نکنه کی شطور داره؟ شترمق تخمق شترمق شطرمرغ برای تخمق دیگه نگه چون تخمق حال پیدا نمیشه هوا گرم خوبه خداحافظ خیلی بیره گیلک جو شاقلان جو بشی سلامت بشی